السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک ویدیو است انشالله که بسیار مهم است و امید دارم شما ویدیو رو ببینین و با همراه دوستاتون هم شریک کنین. من چرا ویدیو رو جور میکنم؟ به خاطر که یک ویدیو بسیار عجیب و غریب دیدم که یک جوان بسیار خوب ماشاءالله میگه که ای شما خودتون ببینین. ما یقین دارم که اگر دروازه نبوت بسته نمیشد بعد از مسعود کسی که وحی پیامبری برش داده میشد آقای نور بود. خب این رو شنیدین و احساس کنین به حیث مسلمان که این جوان تا کدام حد رفته، حتی میگه که مسعود وحی برش می آمد و استاداتا مثل مو یک شخص است، یعنی به یک مقام یا دویشان پیغمبریت یا رسالت برشان دادن. و اینم بفهمین برادر عزیز که این ویدیو سیاسی نیست. این ویدیو نه به خلاف کدام شخص است و نه به طرفداری کدام شخص است. این ویدیو از حیث یک مسلمان ما از اسلام به شما تشریح میدم انشاءالله که در مردم یا مثل ما شما باید چی کنیم. باید حتما یک شخص در افغانستان تعقیب کنیم که ما محفوظ باشیم. در آخرت ما چی میشه؟ اسلام چی میگه؟ این بسیار زیاد مهم است، ما باید بفهمیم. ما در افغانستان مردم داریم که به خود لیدر میگن، برق اسلام گرفتن، کسی به خود نام حزب اسلامی داده، کسی حزب جمعیت داده، کسی بیخی حزب قرآن گفته، کسی حزب حدیث گفته. ما با مردم کار ندارم. من پیش گفتم نه به خلافشان این ویدیو جور میکنم و نه به طرفداریشان این ویدیو جور میکنم. این ویدیو به خاطر خودت است که بفهمی که اسلام چی میگه در تعقیب کردن، در گوش کردن، در طرفداری کردن به این مردم. اسلام چی میگه؟ این بسیار زیاد مهم است و این رو باید بفهمی که چون در افغانستان ما یک کس را تعقیب میکنیم و او که هر چی میگه ما سرش ادبار میکنیم، لیکن از این نمیترسیم که این بی‌علمی ماست. اسلام درباره چی میگه؟ خود ما این سه تقسیم کردیم، یعنی ما و شما را خود سه تقسیم کردیم. ما سه تقسیم انسان شده میتونیم در سه کاتگوری. نمبر 1 یک شخص که به همراه اقسام مردم، کسی که به خود لیدر میگه، جبهه دارن، به خود پولیتیشنز میگن، سیاستمدار میگن، یا همراهش یک جایست. نمبر 2 یا اونا با او میان. نمبر 3 یا یک طرف است. این سه قسم شده میتونیم، درست است؟ یا مکمل یک طرف هستیم، یا اونا با ما میان، سلام علیکم میکنن، دنان میان، چای میان، یا مثال از ما اود میخواین که با ما رای بدین، همراه ما باشین، یا ما همراهشان هستیم. همراهشان بودن با اونا احترام کردن است، با اون به یک لیول فرق داره. نام اونا گرفتن است، عکسشان در پوشیدن است، یا نامشان پوشیدن است، یا در منبر تعریفشان کردن است و کلش همراهشان است، یا برش کار کردن است، یا هر چیز که میکنیم طرف اونا فایده میرسانه، یعنی اون خودت طرف او هستی. 2 یا او با خودت میان که با ما رای بدهین، یا طرف ما خوب بحث کنین، یا یک با علم میان، یا با یک مدثر میان. نمبر 3 یک شخصی است که یک ولسوالی است، هیچ با اونا کار ندارم، یا اینا به این کار ندارم. درست است؟ این سه قسم ما بودن میتونیم، سه کاتگوری است. اول من بحث میکنم. این بحث من از قرآن و سنت است. این بحث من این نیست که من از کسی نفرت دارم. نه. این بحث من این نیست که من میخوام که شما را از جمعیت بگیرم به حزب اسلامی کنم، یا از حزب اسلامی شما بگیرم به جمعیت اسلامی کنم. نه او هم نیست. این بحث کدام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هم نیست. نه. این بحث اسلامی است و این رو بسیار بغور بشنویم. برادر عزیز، آیا تایید میکنی هر اعمالی که مردم تعقیب میکنی؟ سرزی فکر کن و فکر میکنی که اونا هر اعمالی کردن سر قرآن و حدیث ثابت بود؟ این فیصله ما نمیکنم که احمد شاه مسعود چه رقم انسان بود، آیا حامد کرزی چه رقم انسان هست، یا گلبدین نعمتیار چه رقم شخص هست. من ایره نه حق دارم سرش بحث کنم و نه بحث میکنم. ایره ما به خودتان کسی را که تعقیب میکنی، من فقط این نامه را مشناسم، خود دیگه 1000 نام دیگه میتونه شوم، که او میتونه دکتر سیف غنی باشه، او میتونه دکتر عبدالله باشه. من یک مثال میدم، نه که ما به یک شخص کار میکنه و کسی خلافش هستم، نه، به حیث مثال. خودت در گروه هستی، احساس کو که فکر میکنی کسی که گروه پیش میبره یا گروه مقصد
مکمل اسلامی است؟ این در روز قیامت بر کمک کردن میتونه؟ یا فکر میکنی که اینا مردم ظلم کردن یا نکردن؟ من سر ظلمش بحث نمیکنم، سر خوبیش بحث نمیکنم، این فیصله به خودت میدم. اول این جواب کو. اگر احیانا اونا ظلم کردن، با رسول صلی چی میگن؟ دی یک حدیث است و یک بسیار کتاب کلان ما دیجا دی برای خواندیم که امام غزالی رحمه الله و تعالی نوشته کردن. دی کتاب بسیار کلاسیفاید، بسیار آسان کردن، بسیار عادی گفتن. شخصی که با اونا هسته او از عذاب خداوند خلاصی ندارن. شخصی که او خانهشان میان اونا هم از عذاب خلاصی دارن لیکن مکمل نه. او شخص که بیرون است به هیچ کس کار نداره و اینا به کار نداره، او آدم از این فتنه بچ است، یعنی سیف است. نمبر 1 اگر خود اونا رو تعقیب میکنی، محمد صلی چی گفته دی باره؟ الرسول صلی گفته کسی که با کسی در دنیا در کار دنیایی کمک میکنه، نظرش تعقیب میکنه، با دعوتش میجنگد، اونا در روز قیامت به همراه اونا پیدا خواهد شدن، یعنی استاد خواهد شدن. آلی از خود پرسان کو کسی که در دنیا تعقیب میکنی به خاطر وجه دنیایی، میخوای در روز قیامت همراه استاد شوی؟ بسیار زیاد مهم است. میخوای در روز قیامت همراه استاد شوی یا نمیخوای؟ دویم رسول صلی گفته که بعد ما لیدرها خواهد آمد، یعنی اونا دروغ خواهد گفتن و سر دروغ اونا مردم یقین خواهد کردن و هر کس که یقین کرد به همراه او لیدر، او از من نیست و من از او نیستم، یعنی او مسلمان نیست و نه مورا روز قیامت کدام شفاعت یا کدام طرفداریش میکنم. یک بسیار ترسناک حدیث است. سپورت کردن اونا در هر کار دنیایش که اونا رو سپورت میکنی معنیش هست که خودت به همراه زوستی. اگر او یک غصب میکنه، قتل کشی یا مثال کسی رو میکشه، خودت شریک هستی. یا او به کسی یک کسی را مثال ازار میده، خدا کنه که یک سگ ازار بده، خودت در او بخش شریک هستی. یه بسیار کلیری واضح است. این بسیار زیاد مهم است به حیث مسلمان که سردی باید فکر کنی. بسیار زیاد مهم است که او را تعقیب میکنی، یا شاید فکر کنی که ما وظیفه گرفتیم به واسطه زو، یا ما در کابل نخواد چلیده مگه او را تعقیب نکنم، نام زو رو نبگیرم، عکس زو رو سر موتر خود نزنم و سر خانه خود نزنم، در اتاق خود نزنم، به خود نام و جبهه را نبگیرم. ما شاید در زندگیم خطر با پیدا شد، شاید مرا مردم قبول نکنن، شاید مرا کسی واسطیم نشود، شاید ما بیکار شوم، پشتکایم گوش نخواد ماندن. لیکن فکر کو به روز آخرت. برادر عزیز، هر کسی رو تعقیب میکنی باید ببینی که او انسان سر حق هست یا نیست. اگر اون ناحق است و هر ظلمی که میکنه، خودت همراه شریک هستی. و بسیار زیاد واضح است. حدیث رسول است که کسی که اونا را اسیست میکنه، کمکش میکنه، اونا در روز قیامت همراه اونا پیدا خواهد شدن، یعنی خواهد خستن. نمبر 1 شد. نمبر 2 شخصی است که اونا برشان میان و او اصلا اوت میخواه. اگر اوت دادی، امرشان کمک کردی، با مون نمبر 1 کتگری آمدی، خودت هم دمو شریک شدی. نمبر 2 اگر خانه تان آمدن، ای به حیث مسلمان وظیفیت است که با اونا بگی کدام ظلم یا کدام غصب یا کدام بد کردن به همراه مردم باشن یاد کنی که ای بیادری کارت است. و دی زیاد قصه شما میتونین که هشام قصه را بشنوین، قصه زیاد علی بن طالب بشنوین. من میخوام ویدیو جریان زیاد کنم، لیکن یک حدیث من خورترک براتون بگم. حدیث رسول است که یک مؤمن اگر فتنه را ببینه، اول به دانش باش میگه نکو، باز به دستش و باز عقلا در دل کی نگاه میکنه. اگر یک لیدر یا یک نفر، من نامشون گفتم، در خانه تان آمد، ازشان ووت خواستن، سپورت خواستن، باشون بگوین که حتما اشتباه اگر که دارن، با شما بیادر که این اشتباه اصلاح کو. اگر اشتباهش اصلاح کردن و با قرآن سنت پیش رفتن، با اسلام پیش رفتن، باز مشکل نیست که امراشون کمک کنین، چون رسول الله میگه که در کار خوب به خود کمک کنین و این در کار بد. این آیت قرآن است. اگر این وظیفه را اجرا نکردی، باز همچون ملامت هستی. بخاطر اگر ترس داری که
به ما خطر خواد بود، به فامیلم خطر خواد بود که برشان بگیم که شما ظلم میکنین ظلم نکنین. باز این بخش مشکل نیست که قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. دو مسئول نیستی، چیزی که در قدرت نیست، چیزی که کانچس نیست، دو مسئولیت نداریم. خیر است. نمبر 3 است که او شخص که کسی که بیخی یک طرف است، نمرش کار داره و نمرش ازی کار داره، این شخص از کولی که آرامتر و در روز قیامت زیاد سوالات نخواهد شد. این سیف است، به خاطر حدیث رسول است. ابو هریره راوی که این حدیث که رسول صلی الله علیه و گفته که دی مثل مردم لیدرایی که ظلم میکنن و رول میکنن غیر از قرآن و سنت، اگر با اونا کسی یک جای هست او تباست. نمبر 2 اگر کسی امرایشان ایسولیت میکنه، اونا را از دوری میسازه یا اونا امر برش میان، او همچنان در خطر است، لیکن قدر نه مثل نمبر 1. نمبر 3 شخصی که در گلسوالی در 5-6 نمرش کار داره، نمره وضو کار دارن، او همچنان مسئولیت داره، لیکن سیفترینش اوست. که این ویدیو میخوام ما جمع کنم، با کمزوری زبان نمیتونم زیاد تفصیل بدم، چون اگر انگلیسی بود بیا آسان میبود به ما، یا در پشتو میبود، لیکن در دری کم زیاد کمزور هستم. انشالله میخوام یک حدیث امروز شریک کنم از حذیفه رضی الله تعالی عنه، او را شما کم بخار ببینید انشالله. امروز این حالت افغانستان ما ماشاءالله محمد صلی الله علیه و آله با ما بسیار واضح کردن. حذیفه از الرسول صلی الله علیه و آله پرسان میکنه که بعد این خیر کدام شر خاتم آمد؟ اونا فرش گفتن خاتم آمد. خیر یعنی ماشاءالله اسلام است، صحابه هستن، نیکیست، بعد زی کدام شر خاتم آمد؟ میگه خاتم آمد. باز بهش گفت که بعد او شر کدام خیر خاتم آمد؟ میگه خاتم آمد. یعنی خیر است، صحابه هستن، محمد صلی الله علیه و آله زنده است، بعد مرگ زو کدام شر خاتم آمد؟ میگه شر خاتم آمد و شر آمده. و بعد او شر کدام خیر بعدن خاتم آمد؟ او گفت خاتم آمد خیر. لیکن او خیر در مثل دخان خواد بود، یک چیز در گرد پرد خواد بود، واضح نخواد بود که چی خیر است و چی خیر نیست. ببینید خصوصا در افغانستان لیدرای ما ببینید، دولت ما ببینید، جبهات ما ببینید، حزب ما ببینید، ما میتونیم بگیم که یک شخص یک حزب مکمل در خیر است؟ نه، چون خیرشان در گرد گم است و شرشان همچنان در اون قسم. ما واقعی فیصله نمیتونیم کنیم که این خیر است یا شر است، چون همه چیز میکس است. اما کل ما دیگه علم داریم که هر لیدر در افغانستان که به خود چیز گفته بریم کلشان میتونیستن. نه، من فقط بحث میکنم سر شما که شما باید چی کنید. من به شما یک عکس میدم، انشالله در مو عکس خودتان حفاظت کنین، فامیلتان حفاظت کنین، کسایی که نزدیکتان از او حفاظت کنین. او خیرش ما تایید کرده میتونین چیزی که اینا میگن که این خیر است، یعنی این امن است، این اسلام است، این سنت است و این چیزی باید درباره اسلام شود، به خاطر مسلمان شود، تایید کرده میتونی؟ نه، چون رسول الله گفته که این خیرشان مثل گرد گم خواهد بود، به همراه چی؟ میکس خواهد بود، به همراه شر، به همراه فتنه. باز حذیفه سوال کرد که در این حالت ما چی کنیم؟ کدام وقت که همه چیز میکس است، نه فتنه معلوم است، نه خیر معلوم است، نه کسی را انتخاب کردن میتونیم که واقعا این مسلمان خوب است، بان کمرش یک جای شویم کمک کنیم. در این حالت چی گفت؟ محسوسم گفت که در این حالت به همراه اجتماع یک جای شویم، به همراه مسلمان ها یک جای شویم، که مسلمان ها خوب باشن، به همراه یک جای شویم، این لیدرها، این جبهات، این چیزا را بانین. بعضو حذیفه باشن گفت اگر لیدر نباشه افغانستان، ما لیدر داریم؟ ما کدام شخص داریم بگو که ما ماشاءالله مسلمان خوب هستیم، ما کل ما رو تعقیب کنیم؟ متاسفانه من خود معلومات ندارم. اگر شما دارین بگوین. میگه در این حالت چی کنم؟ کدام وقت که لیدر نیست، کدام وقت که اجتماع نیست، مثلا گروپ مسلمان ها نیست که در اون لیول که ما برش یک جای شویم تایید باشه که گروپ واقعا درست گروپ است. میگه در این وقت چی کنم؟ باز رسول صلی الله علیه و آله گفت که برین و یک درخت زیر درخت که بیخش باشه، او را حتی که مجبور شد دان بگیرین، او را دان بگیرین، خود یک طرفا کنین تا ساتان مرگ بیاد. در این حالت خود در بغل بانین، در قنج بانین، حتی کسی که سر تو ظلم میکنه که امروز ما یک جایش و یک درخت سر دان بگیره، او را بگیرین معطل کنین تا
سر تا مرگ بیه. این بسیار زیاد مهم است. در این حالت که من میبینم والله با قیامت زیاد مردم میترسن. مثلی برادر اگر توبه نکشه قیامت خود خراب کرده، شاید زیاد دیگه مردم ما قیامت خود خراب کنیم. این بسیار موضوع ترس است. این موضوع کدام عادی نیست. این موضوع ترس است. دوم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که پیش از قوم ما در بنی اسرائیل الله سبحانه و تعالی فیصله کرد که قوم تباه کنه و جبرائیل امین روان کرد که قوم تباه کنه. جبرائیل امین که در درازی و قوم میره میبینه که یک شخص بسیار مؤمن مسلمان است و نماز میخوانه و زکات میده و روزه میگیره، در اونجا از عبادت الله سبحانه و تعالی میکنه. دید گیره چکم تباه کنم. او گفت که قوم برباد است، خراب است. باز پس با الله سبحانه و تعالی آمد گفت که این قسم یک شخص دیدم او عبادت خودت بکنه، مؤمن است، نیک است، ما چرا قوم رو تباه کنم؟ او گفت اول از امو شروع کو. این صحیح حدیث است، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابو داود، در مختلف کتاب ذکر است. میگه اول از امو شروع کو، به خاطر که یوم نیست به حیث مسلمان مسئولیت ما که ما آرام بشینیم و فقط نماز بخوانیم و روزه بگیریم خلاص. نه، ما مسئولیت اسلامی، مسئولیت اجتماعی همچنان داریم. الله سبحانه و تعالی گفت اول از ابو شخص شروع کن. ما براتون یک بسیار واضح ویدیو رو جمع بکنیم انشاءالله. نمبر 1 تا که تایید نیستین که شخص درست است، جبهه درست است، حزب درست است، دولت درست است، اصلا خودداری کنین. نمرشون کمک کنین، هیچ چیز هم نیم. خودداری کنین، تنها بشینین. اگر در مجبوریت براتون گفتن میکشه مگه سپورت کو، مشکل نیست. یک مجبوریت مسئله جداست. دوم اگر براتون آمدن و ظالمین بودن، لیدر به خود میگفتن، برشان اصلاح کنین. برشان بگین که کار بد است. و دی به 1000 مثال داده میتونم، نمیخوام ویدیو دراز کنم. نمبر 3 خودداری کنی. ماشاءالله هستی، در امن هستی، لیکن یه هم نیست که همیشه خودداری کنی. تا وقت خودداری کو به خود موقع جور کنی، پس همو مردم اصلاح کو و همو حالت اصلاح کو، به خاطر که مسئولیت ماست. ما یگان وقت میگم که بد کارا میشه کدام وقت که مردم خوب، مردم اهل مسئولیت نمیگیرن. بد کار میشه به خاطر که مردم بد کلی مسئولیت گرفتن. و این امتحان قیامت است که با مردم بد الله سبحانه و تعالی یک لیدر یا یک لیدر بد روان خواد کرد. با کدام وقت که مردم کرپ شدن، لیدرشان کرپ خواد بود. یعنی امروز چی در افغانستان جریان داره، کدام خوبی ما داریم. دوم حدیث رسول الله که نشانه این قیامت است، اگر لیدرها درو خواد گفتن، مردم شان یقین خواد کردن. ببینین. و دوم قصه به یادم میاد که کدام وقت عمر بن خطاب یک خط روان کرد که خالد بن ولید می جنگید، در میدان می جنگید و مردم زیاد دورا ماشاءالله می گفتن که باز عمر بن خطاب ترسید نشه که مردم به این عبادت شروع نکنن. میگه پیغمبر از چیز از خدا داره، به خاطر هر جنگ این کامیاب است و بهتر است که ما از امیریت بکشم. باز او عبید روان کرد، عبید روان کرد که برو ابو عبیده که امیر جدید و آرمی باش. کدام وقت که ابو عبیده دوجه میرسه، امیدوارم نام اشتباه نکردیم، خالد بن ولید در میدان میجنگه و او امو خطا حکم معطل میکنه تا بتانم که از جنگ خلاص رو باز خودش خواد دادم که من امیر جدید هستم و خودت از امارت برآمدی. کدام وقت که بعد جنگ میای باشه میگه که خالد بن ولید من امیر جدید هستم. او میگه چرا اول نگفتی؟ من گفتم که در دل چیز تیر نشو، به خاطر که می جنگی در راه خدا، در راه الله سبحانه و تعالی. سبحان الله. امروز ببینید سرچوکی، سر قدرت مردم جنگ هستن، سر یک دیگه خود گوشت دندان میکشن. و باز چطور میتونیم که ما او شخص تعقیب کنیم یا به او شخص کار کنیم یا با یک شخص اینطوری ما بتونم بگم که واقعا مجاهد است، واقعا مسلمان است، واقعا به اسلام، واقعا به دین و مسلمان کار میکنه. ما بعدا گفتیم والله بالله این مثال شاید شما طرف ببرین، لیکن این مثال به خاطر اون طرف نبود. این فقط ما با شما بگیم که در اسلام حتی که کسی نفهم چه رقم موضوع کنم،
علی بن طالب یک روز یک کافر گروه همراه جنگ که زیاد قوی بود و او رو میخواست که بزنم. او سرش تف کرد تو کافر. پس علی بن طالب اما انداخش گروه گفت که نشو مزیز قار نبزنم، نه بر رضای خدا. بسیار زیاد مهم است. و بعدم تکرار میکنم، از اونا خودداری کو، همراهش نباش، قیامت سخت است. اونا که هر بدی کردن بخشش خودت نگی، دو کدام شریک نشو. نمبر دویم، اگر برات آمدن اصلاحشان کنین، باشان بگوین حق چیست، حق باید همیشه گفته شود. نمبر سوم، خودداری کردن بهتر چیز است، لیکن نشو تا روز آخر بشینی. باید یک چیز همچنان کنی تا بتونی اینا را اصلاح کنی، جامعه را اصلاح کنی و به یک مقام برسی تا بتونی که یک جامعه بهتر داشته باشی. به این همچنان باید کار کنی، مسئولیت ماست. و امید دارم از ویدیو چیز یاد گرفته باشین. شاید ما زیاد میکس کردم، این اصلا به این برادر بود که من ویدیو تم بهشان نشان دادم و هیچ وقت به 5 روپه یا به کدام وعده خالی ایمانتان نبفروشین. این یک موضوع بود. جزاک الله خیر و صدق الله العظیم.